سلام، خوش اومدید به یک ویدیو جذاب و البته آموزنده دیگه. من محمد جوادم، اینجا باجه فیلمه. امروز میخوام 3 فیلم خیلی خوب بهتون معرفی بکنم که تماشای این 3 فیلم برای هر کسی خالی از لطف نیست. به نظرم همه باید ببینن، چون یک سری نکته خیلی مهم و آموزنده داره. سعی کردم 3 فیلم رو توی ژانرهای مختلف قرار بدم که تنوع کار بره بالاتر، بدون فوت وقت و بدون اینکه توی مقدمه چینی خستتون بکنم. بریم سر اصل مطلب. فیلم شماره 1، توهین، فحش یا میتونیم بگیم ناسزا، محصول سال 2017، ساخته کارگردان لبنانی زیاد دوئیری که موفق شد به جمع 5 فیلم نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی زبان در مراسم اسکار سال 2018 راه پیدا کنه. خیلی ساده و نرمال شروع میشه. زندگی عادی 2 مرد معمولی رو نشون میده توی یک بحث خیلی کم اهمیت که خیلی هم زود اتفاق میفته. این مرد به اون یکی فحش میده، یه فحش کوچولو میده دیگه. حالا زیرنویسش که خیلی ترجمه عجیب غریبی من ندیدم. مثلا مثل اینه که به یکی بگی بیشعور، خیلی بیشعوری، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومد این لوله رو وصل کردیم اینجا، بیشعور. مگه مشکل داری؟ نه مشکل داری، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. زده لوله رو ترکونده مرتیکه، بیشعور. خشم و تعصب و غرور بیجای این مرد کارو حتی به مشکلات کشوری و سیاسی میکشونه. اگه عمیق‌تر نگاه کنیم، یک سری مسائل تاریخی و سیاسی رو هم مطرح میکنه، مثل جنگ‌های داخلی لبنان و وضعیت فلسطینی‌ها. یه جاهایی انگار داره میگه فلسطینی‌ها اونقدر هم که فکر میکنیم مظلوم واقع نشدن. درست و غلط بودنش رو تأیید نمیکنه، اما در واقع بحث نژاد پرستانه توی فیلم زیاد میبینیم، در حالی که فیلم نژاد پرستانه ای نیست، بلکه با نژاد پرستی مشکل داره و داره نقدش میکنه. به نظر من بهترین سکانس های این فیلم سکانس هاییه که توی دادگاه ساخته شده. در واقع بیشتر سکانس های فیلم توی دادگاهه. من خیلی یاد فیلم دادگاه شیکاگو 7 انداخت. اون فیلم هم بیشتر داستان توی دادگاه روایت میشه. فیلم خوبیه، به نظرم اون فیلم هم ببینید، خیلی لذت بخشه. اعتراف میکنم این فیلمو من اول دورتون گذاشتم نگاه میکردم، میخواستم که زودتر تموم بشه، ولی واقعیتش انقدر جذاب و خوش ساخت بود و دیدم انقدر حرف برای گفتن داره، گفتم نه، این فیلم رو باید با سرعت عادی ببینم که بتونم محوش بشم، بتونم توی فیلم غرق بشم. درسته که فیلم مثل یک رمان تخیلی میمونه، اتفاقات عجیب و غریب توش رخ میده، از یک حرف بسیار کم اهمیت چه فاجعه‌ای رخ میده. درسته غیر واقعی و یه خورده اغراق آمیزه، اما به نظر من حقیقت داره. چه زندگی هایی که سر زخم زبون به هم ریخت، چه آدمایی که رابطه خوبی داشتن به خاطر لجبازی، به خاطر عذرخواهی نکردن از هم جدا شدن، چه رفاقت هایی که سر یه بالای چشت ابروه به هم ریختن. خب میرسیم به فیلم شماره 2، نگاه کننده یا تماشاگر، محصول سال 2022. ژانر فیلم جنایی و وحشته. میتونیم جزو فیلم‌های ترسناک حتی به حساب بیاریمش. ترس روانشناختی داره، اما من ترجیح دادم جزو فیلم‌های آموزنده بیارمش، چون یک نکته بسیار بسیار مهم و آموزنده برای ما داره نسبت به خانواده‌مون، نسبت به عزیزانمون. در ادامه بهتون توضیح میدم. فیلم تا حدودی روانشناسانه پیش میره، شما رو گول میزنه، سعی میکنه به نتایج اشتباه برسید تا با یک پایان 2 وجهی شما رو شوکه کنه. یک زن و شوهر از آمریکا به بخارست در رومانی نقل مکان میکنه، جایی که جولیا با بازی مایکا مونرو احساس غریبی و ترس میکنه. رفته رفته حس میکنه توسط یک مرد غریبه تعقیب میشه. حس میکنه اون مرد که اتفاقاً همسایه روبروی خونه‌شونه در طول روز مدام داره نگاهش میکنه. احساس عجیب و آزاردهنده این شخص به خوبی القا میشه. کم کم با ترسش همراه میشیم. شک و تردید این زن به حدی جنون‌آمیز میشه که ما رو هم به شک میندازه. از چی انقدر میترسی؟ آیا یک ترس بی جهته یا نه واقعا یه چیزی هست؟ این زن بارها توسط همسرش درک نمیشه، واسه همین احساس تنهایی میکنه.
جولیا توی جمع همسرش با دوستان و همکاران همسرش احساس راحتی نمیکنه. حتی سوژه شوخی‌های اونا قرار میگیره. این درک نشدنه، این احساس نادیده گرفته شدنه توسط عزیزت خیلی سخته. میدونم همتون توی زندگی خودتون حداقل یک بار تجربهش کردید. نکته آموزنده فیلم دقیقاً همینجاست. بحث درک کردنه. نزدیکان خودمون رو درک کنیم. احساسشون رو بفهمیم. حتی اگه فکر کنیم اون احساس اشتباهه، بازم باید درکش کنیم. میرسیم به فیلم شماره 3، قفل باز شده، محصول سال 2023. یک درام جنایی هیجان انگیز از سینمای کره. من سینمای کره رو خیلی دوست دارم، خیلی قبولش دارم و قراره جلوتر یک سری ویدیو درست بکنم مخصوص سینمای کره، از بهترینای کره. اصلا الان که اسمشو میگم یاد اون فیلمو میافتم، اون به تنم سیخ میشه. فیلم قفل باز شده منو خیلی یاد مجموعه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد تلویزیونی خودمون میندازه. یه سریالی بود قدیما نشون میداد، صدا پیشش هم یاد نمیدونم کیه، ولی صداش یادمه اینجوری کلوف میکنه، میگفت شاید برای شما هم اتفاق بیفتد. شاید برای شما هم اتفاق بیفته. این دختر به صورت اتفاقی گوشیشو گم میکنه. یه مردی این گوشی رو برمیداره، بهش زنگ میزنه، میره گوشیشو بگیره، میبینه صفحه نمایش گوشی شکسته. تعمیرکار بهش میگه باید گوشی رو باز کنم، صفحه نمایشی رو جدا کنم، به یک صفحه نمایش جدید به شما بدم. نیاز دارم که قفل گوشی رو باز کنید. و این دختر قفل گوشی رو باز میکنه و اینجا شروع اتفاقیه که به یک فاجعه منجر میشه. با توجه به رشد تکنولوژی تو جهان امروز که البته یکی از نیازهای ضروری ماست، از اینجور اتفاقات خیلی زیاد میفته. باید حواسمون باشه، ممکنه نفر بعدی تو باشی. بسیار خوب، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون میشم برام انگلیسی کامنت بذارین تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. اگه از سینما لذت میبریم، اگه از اینجور محتواها خوشت میاد، میتونی کانال منو سابسکرایب کنی. اون زنگوله رو بزن تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشی و زمان رو از دست ندی. فیلم خوب ببین. خداحافظ.